بعد از اینکه رزولوشن مناسب رو انتخاب کردیم، نوبت به این میرسه که طرحمون رو وارد کنیم و اون رو ماشین کاری کنیم. طرحی که میخوام ماشین کاری کنم تابلوی رستم اژدها هستش که داخل وبسایت موجود هست و میتونید رو بررسی کنید. قبل از اینکه طرح رو وارد کنم من باید یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که نوع ماشین کاری که من میخوام استفاده کنم برای ماشین کاری این تابلو نوع ماشین کاری کامپوزیت هستش. این نوع ماشین کاری میاد کل صفحه کاری من رو طی میکنه، یعنی اینکه صفحه کاری من هر سایزی باشه CNC من میاد کل سطح صفحه کاری من رو طی میکنه، هر جایی که فایل 3D باشه اون رو برای من در میاره. پس برای اینکه CNC ما کار الکی نکنه و استهلاکش نره بالا، ما باید سایز صفحه کاری خودمون رو اندازه سایز قطعه کاریمون یا تابلومون در بیاریم. برای اینکه بدونم تابلوی من چه سایزی هستش اونو میتونم وارد کنم. اونو اوپن میکنم، منتظر میمونم که تمام پلیگوناش بارگذاری بشه. قبل از اینکه سایز تابلو رو تعیین کنم این گزینه‌ها رو خدمتتون توضیح بدم. یه گزینه سنتر داریم که مبنای تعیین شده در این قسمت رو در مرکز صفحه کاری ما قرار میده. این 5 نقطه از شکل ما هستش که به دلخواه میتونید اون رو انتخاب کنید و در مرکز صفحه قرار بدید. قبل از اینکه در مرکز صفحه قرار بدم اون رو میچرخونم که در راستای صفحه ما قرار بگیره و نقطه مبنا رو قرار میدم مرکز شکلم و بر روی سنتر کلیک میکنم که مرکز صفحه کاری ما قرار بگیره. مرکز شکل در مرکز صفحه کاری ما قرار بگیره. این گزینه‌ها که مختصات قرارگیری شکل من هست. این گزینه‌ها همونطور که مشاهده کردید برای چرخوندن شکل هستش در 3 محور مختلف. به عنوان مثال اگه من بخوام این رو 90 درجه بچرخونم در راستای محور Z که رو به این ور قرار بگیره، این کارو میتونم انجام بدم. 90 درجه و اپلای. دقت کنید که اگر حجم من از صفحه کاری من بیرون بزنه و پیست کنم، اون قسمت که بیرون زده خود به خود حذف میشه. پس بهتره که کل شکل من، کل حجم من داخل صفحه کاری من قرار بگیره. مجددا برمیگردم منفی 90 درجه و تعیین سایز تابلو. از این قسمت میتونم سایز تابلوم رو یا سایزی که قرار هست اجرا کنم رو تعیین کنم. این تیکا باعث میشه که در هر راستایی من سایز رو تغییر بدم راستاهای دیگه هم به همون نسبت تغییر کنم. به عنوان مثال من میخوام طول تابلوم 1000 میلیمتر یا 1 متر باشه. این رو میکنم 1000 و اپلای رو میزنم. میبینیم که در راستای محور وای و زد هم به همون نسبت تغییر کرد. اگه من بخوام در راستای دیگه هم اندازم روند باشه، میتونم تیک رو در راستای x و z بردارم و فقط یک محور رو سایزش رو تغییر بدم. به عنوان مثال 815 رو میخوام بکنم 800، تیکای دیگر رو برمیدارم و تیک محور وای میمونه و این رو میکنم 800 و اپلای. این 1 میلیمتر آخر رو خودش میاد به نسبت اندازه های طرح خودش خورد میکنه. حالا زیاد مهم نیست، زیاد تاثیر نداره، در حد 1000. اگر به عنوان مثال در ضخامت بلوک من محدودیتی هست، به عنوان مثال یک بلوک تهیه کردیم که ضخامت اون 6 سانت است، ولی در اینجا طرح ما ضخامتش 7 سانتی متر است. من میتونم این رو مجددا تغییر بدم. تیک قسمت های دیگر رو برمیدارم که تغییر نکنه و فقط تیک محور Z رو میزنم و این رو به 6 سانت به 60 میلیمتر تغییر میدم. توجه کنید که اگه در راستای محور Z اندازه ما تغییر کنه،
از دو جهت، هم از پایین هم از بالا سایز تغییر میکنه و در نتیجه از صفحه کاری من فاصله میگیره. اگر بخوام این فاصله مجددا برگرده یا طرح من برگرده روی صفحه کاری من، مجددا بر روی سنتر کلیک میکنم که برگرده بر روی صفحه کاری من و زد من 0 بشه. این قسمت هم برای تغییر سایز به درصد هستش که اگر بخواید به درصد سایزتون رو تغییر بدید، از این قسمت ها میتونید استفاده کنید در راستاهای مختلف. پس اندازه تابلوی من شد 1000 در 800 میلیمتر یا 1 متر در 80 سانت. حالا برمیگردم به تعیین سایز صفحه کاریم. این طرح رو پیست نمی کنم، بر روی کلوز کلیک میکنم. سایز صفحه کاریم رو میتونم هم از قسمت مدل هم از قسمت نیو مدل تعیین کنم. حالا من ترجیح میدم که از نیو مدل برم. سایز صفحه‌ام شد 1000 در 800. رزولوشن هم بر روی 1700 در 1400. بر روی اوکی کلیک میکنم. مجددا فایل خودم رو وارد میکنم. اون رو در راستای محور X 90 درجه میچرخونم که در راستای صفحه کاری من قرار بگیره و بر روی سنتر کلیک میکنم. سایز تابلومو مجددا تعیین میکنم. 1000 در 800. اگه بخوام 800 رو بزنم این تیکا رو باید بردارم که در راستای دیگه تغییر نکنه. 800 و در راستای محور Z مجددا باز تیک اینو برمیدارم، محور Z رو میزنم 6 سانتی و اپلای. میبینید که اندازه تابلوی من اندازه صفحه کاریم شد و حالا میتونم این رو پیست کنم. با زوم کردن میتونم طرح رو بررسی کنم که ببینم از نظر کیفیتی یا همون تعیین رزولوشن مناسب هست یا نه. به نظرم میتونه بهتر از این باشه اگه رزولوشن رو ببرم بالا. پس مجددا برمیگردم یک نیو مدل و رزولوشن رو بر روی 3000 در 2400 میذارم و اوکی. میگه میخوایم سیو کنیم؟ نه. مجددا طرح خودم رو وارد میکنم. دوباره همون مراحل رو طی میکنم. اندازه 1000 تیک رو برمیدارم 800 و در راستای محور Z هم 6 سانتی متر و اپلای. مجددا بر روی سنتر کلیک میکنم که برگرده روی صفحه کاری من و پیست. کلوز. بهتر شد از نظر کیفیتی، قابل قبول تره و میتونم اون رو ماشین کاری کنم.